داده سرعیا یه 20 لیتری نداری بنزین بزنیم بیاریم بدیم دلافیم؟ چرا همین کاری بهاریت بفرسته بره پشت درو بیارتش. بلا نسبت اما چی میگی کاری بهاری زشته شاگردمه. بچه برو 20 لیتری ورده بیا پشت در. چشمامو قدرت. برو جونو. قدرت کم بای کل زرداتو بخور زشتم مادر زنت اینجا وایسادا. وای مامان ساغر مکابیس چه خبر؟ همون بودی مکابیس؟ بله با اجازهتون. عمو قدرت اما جون 20 لیتری بو بنزین میده اوکیه بیارمش؟ نه تو نمیدونی نباید بو بنزین بده. برو خونه حالا خودم میام بعد میبینم. چه خبر مامان ساغر ننم چطوره؟ میگم مکابیز انگا کلت رنگ کردی. موهای خودمه خدا دادیه. اذیتمون میکنی. نه به خدا. ای خدا شکرش کنم. مکابیز دیگه پزشک آینده‌مونه. بهش هم میاد. ترکیه پزشکی قبول شده میخواد بره ایشالله. اتفاقا رفت ترکیه مستقیم برو پیش آقای مبین اونجا کالج دارن THC بالا همه چی اوکی. منظورتون کالج ITTC توی ترکیه است. اتفاقا تعریفشم خیلی شنیدم. اگه میشه یه سفارشم برا من خودشه چشم کارت نباشه. اصلا من خودم 7-8 سالم اونجا بودم. زهرمار من که کفترواز نیستم. میخواستم یه به نیت ساغر تو حیات شازده قاسم ولش کنم. راست میگه قدرت کارشه. پس این سال 10 تا کفتر دست اولی راهسازی میکنه. راستی آقا قدرت میدونستین ساغر خیلی به موتور علاقه داره؟ قربون قلب قرمزش برم. نه خب بیاین شبا که دلش میگیره برین با هم یه دور بزنید. حتما از امشب میام. والا نمیدونستم من. گوش تو برو با سرعیا ساغر اقدر قشنگه که 2 تا با پشت بیل بزن تو صورتش. هنوز قشنگه. حساب کن ای کاکاش. اما اینا عقب کارشون شده. پول مولی هم در کار نیست. من رفتم مرغو بفروشم. نفروشی مرغ و جوجه هاش گربه میبره ها. خدا ما دیگه جای زرن نداریم. جوجه هاش هم میفروشم. شما هم بلنشین بریم به زندگیتون برسین. جایی تو کوچه نشستم. مکابیز به پرواله که خیلی عقبی ما خیلی کار داریم. برم مامان. آره پس نری. اوش ایه نشونش. دفتر مرکزی کالج ITTC در ایران بیشترین و با کیفیت ترین آمار قبولی در ترکیه.